این الهام پیدا میشد. همون تلاش های پی در پی همون خالیگی ها رو پر کرد، همون احساس رو نزدیکتر کرد به شما. شاید اگر این گونه تلاش نمیکردید، سر این تمرکز نمیکردید، هیچگاه به اون نمیرسید. همین گونه است. نتیجه یک دور است. یک دوری میگذارد که نتیجهش یک آهنگ میبرد، یک چیز ساخته میشود. بعد همون آهنگ رنگ نشانه میماند، رنگ بیرق میماند که با واسطه او مثلا من میدونم که در این وقت یک دوره میگذراندم که در بسیار چیزا به یاد میآیند. بعد وقتی که آدما گوش میکنن آنها هم این چیزا رو میبینن، لیکن برای این کسی که دقتش با قوت باشد بسیار چیزا برآورده میکند. اگر دقت هم سخت نباشد، یک چند بار گوش کرده آدم خودش به یاد میآورد که در این دوره او چی حیاتی داشت. خودم بهوده نگفته بود تمامی دانشی که من گرفتم همین است.